مردی که بعد از رفتن زنش عهد کرده که هیچ زنی رو تو زندگیش راه نده که به یه زن دیگه روز سرخ نمیده. عشق این تصادف دیگه، وقتی پیش بیاد دیگه پیش اومده. فقط معلوم نیست کدوم باید خسارت بدی. تو بردار. چند بار زنگ زد و قطع کرده. بذار خیالش راحت بشه که تو اینجایی. یادت مهتاب میگفتی 80% ازدواجایی که ما میبینیم طلاقای اعلام نشدن. این صفحه دوم شناسنامه‌ام چیز غریبیه. تو نباید تو این شرایط منو تنها بذاری. از کی بعد این کارو بکنه؟ تو چته بهرام؟ کاش اینو قبلا میپرسیدی. اصلا برات مهم نیست که من جز تو کسی رو ندارم. میدونی چی برام مهمه؟ اینکه آخرین باری باشه که میبینمت. همون شب اول خونه فرزانه عاشقت شدم. عاشق چیم شدی؟ عاشق پس زدنم. بله. بهرام کجایی؟ چی شده؟ میای یا بیا؟ هر چقدر خبر بدی باشه بهتر از بی‌خبری. کمکم کن. کمک. تا وکیلت نیاد حرف نمیزنی؟ با من بحث منطقی نکن. داغونتر از اونیم که جواب بدم. من خوب میدونم کجای این دنیا دارم زندگی میکنم. تو مملکت خودم. هر نقطه‌شم بخوام زندگی کنم حقم. از چی باید بترسم؟ از کج نگاه کردن بعضیا به یه زن تنها و بیوه؟ کارشناسایی نشون بدم. تو چته؟ من چمه؟ سوزان نخوام نداریم چرت باره آقا رو بدوزیم. زنی تو زندگی بهرام نیومده. امکان نداره. این یکی چقدر اندازه است؟